تصورش کن توی دنیای زندگی میکنی که هر لحظه ممکنه یه سایه از دل اقیانوس بهت نزدیک بشه. صدای امواج رو میشنوی، ولی ناگهان این صدا تبدیل به صدای وحشتناک غارت و کشتار میشه. فکر میکنی میتونی فرار کنی، ولی هیچ راهی نیست. اگه کشتیت با بدترین دزد دریایی تاریخ روبرو بشه، همه چیز تمام. چون این آدم نه تنها دزد میکنه، بلکه از رنج و شکنجه هم لذت میبره. اسمش فرانسوا لونوآه. ولی قبل از اینکه سرنوشت این آدم رو بفهمی، بهتر خودتو برای یه ماجرای پر از ترس و وحشت آماده کنی. برای اینکه بفهمیم چرا لونوآه انقدر وحشتناک بوده، باید اول یه نگاهی به زمانش بندازیم. قرن 17 میلادی، دوران طلایی دزدی دریایی. دزدای دریایی اون زمان به خاطر ضعف دولت‌ها آزادانه دریاها رو غارت می‌کردن. اسپانیا، انگلیس، هلند و کشورهای دیگه. هر کدوم دنبال این بودن که ثروت و طلایه بیشتری از آمریکای مرکزی و جنوبی به اروپا بیارن. ولی مابین اینا دزدای دریایی تبدیل به ترسناک‌ترین نیروهای دریایی اون زمان شدن. اونا از حکومت و قانون چیزی نمیدونستن. وسط این آشوب مردی ظهور کرد که حتی بین دزدای دریایی هم وحشت به پا کرد. اون کسی نبود به جز فرانسوا که با اسم دزد دریایی شیطان معروف شد. یه فرانسوی بود که خیلی زود راه خودش رو توی دنیای دزدای دریایی پیدا کرد. ولی اون با بقیه فرق داشت. خشونت و وحشیگریش همه رو با وحشت می‌انداخت. اون فقط دنبال طلا و غنیمت نبود. اون دنبال شکنجه بود. از بیرون کشیدن قلب قربانیش گرفته تا زنده سوزوندن اسیرا، هیچ حد و مرزی برای خشونتش وجود نداشت. یکی از معروفترین حملات لونوآه به شهر مریدا نزدیک مکزیک بود. مردم اونجا فکر می‌کردن که پشت دیوارهای بلند و محکمشون امنه. ولی لونوآه با حیله ماهرانه تونست وارد شهر بشه و بعد از اون فقط مرگ و ویرانی به جا گذاشت. کسایی که تسلیم شدن هم در امان نبودن. شایعات میگن لونوآه ملوانا رو مجبور میکرد که یکی همدیگر رو بکشن تا بهش نشون بدن کدومشون با ارزش تره. ولی سوالی که پیش میاد اینه: چرا یک کسی اینقدر باید بیرحم باشه؟ لونوآه فقط دنبال غنیمت نبود. اون از دیدن رنج بقیه لذت می‌برد. روانشناسای امروزی شاید بگن اون یه روانی کامل بود. یه سادیست که از شکنجه و درد بقیه تغذیه می‌کرد. حتی دزدای دریایی دیگه هم ازش فاصله می‌گرفتن، چون می‌دونستن هیچ مرزی برای خشونتش قائل نیست. اگه بخوایم به شکنجه‌های بیشتر اون نگاه کنیم، اون از روش‌هایی استفاده می‌کرد که حتی دزدای دریایی دیگه هم طاقت دیدنشو نداشتن. یه بار وقتی نتونست اطلاعاتی از یکی از اسیرا بگیره، دست و پاشو بست و اونقدر کشید تا تیکه تیکه بشه. بعضی از داستان‌های قربانی‌های لونوآه واقعاً وحشتناکن. یکی از معروف‌ترین قربانی‌های یه ناخدای اسپانیایی بود که تسلیم شد. ولی لونوآه اصلاً براش مهم نبود. اون رو جلوی ملوانه خودش شکنجه کرد و بدنش رو روی عرشه کشتی به نمایش گذاشت. همین داستانا بود که باعث شد اسم لونوآه مثل یک کابوس توی ذهن دریانوردا جا بیفته. برگردیم به سراغ داستان معروف حمله به مریدا. این حمله از اینجا شروع شد که لونوآه با کشتیارش به سمت سواحل یوتاکان حرکت کرد. توی راه با نیرنگ خودش رو به عنوان یه تاجر دروغین معرفی کرد. با قیافه و رفتارهای دوستانه تونست نگهبانای شهر رو فریب بده و به راحتی وارد شهر بشه. اما بعد از ورودش دیگه خبری از آرامش نبود و رنگ و بوی خون به شهر اضافه شد. برای ترسوندن مردم اسیرها رو به شیوه‌های وحشتناکی شکنجه می‌کردن. مثلا یکی از ملوانان رو جلوی چشم همه سر بریدن و با سلاح‌های سرد به سمت جمعیت حمله کردن. این حمله فقط مرگ و ویرانی به بار نیاورد، بلکه ترس و وحشت عمیقی توی دل مردم کاشت. بعد از این ماجرا اسم لونوآه تبدیل به یک کابوس شد که هر ملوانی از اون می‌ترسید. داستان بعدی داستان غارت کشتی سانتا ماریاست. یکی دیگه از داستان‌های معروفی که وحشیگری لونوآه رو نشون میده مربوط به کشتی مشهور سانتا ماریاست. این کشتی پر بود از طلا و جواهرات که از مستعمرات اسپانیا به سمت اروپا حرکت می‌کرد. لونوآه که خبر داشت تصمیم گرفت بهش حمله کنه. بعد از حمله اون کشتی در حال غرق شدن بود. ملوانا هم تنها امیدشون دریا بود. پریدن توی دریا تا فرار کنن. اما لونوآه مرداش به شدت بهشون حمله کرد. در نهایت کشتی غرق شد و این غارت به عنوان یکی از بی‌رحمانه‌ترین حملات تاریخ شناخته شد.
یکی دیگه از داستانهای وحشتناک درباره لونوآ مربوط به اسیر کردن دخترای جوان توی یکی از جزایر کارائیب بود. اون برای اینکه مردای جزیره رو بترسونه و مجبور به تسلیمشون کنه، دخترها رو به عنوان اسیر گرفت و توی یک کشتی حبس کرد. لونوآ از این دخترها استفاده میکرد تا مردای جزیره رو بترسونه. بهشون وعده آزادی میداد، اما هیچ وقت به وعده‌هاش عمل نمی‌کرد. این کارای وحشتناک باعث شد که اسمش توی تمام جزایر کارائیب به عنوان یه دزد دریایی بیرحم و شیطانی شهرت پیدا کنه. قربانیاش همیشه این ماجراها رو یادشون میموند و ازش رنج می‌کشیدن. اما چیزی که شاید ازش خبر نداشته باشی اینه که سرنوشت لونوآ به همون اندازه وحشتناک بود. در نهایت اون به دست بومیای آمریکایی مرکزی افتاد. بومی‌ها هم مثل لونوآ اهل رحم نبودن. میگن که اونا لونوآ رو زنده تیکه تیکه کردن و بدنش رو خوردن. بله، دقیقاً مثل سرنوشتی که اون برای قربانیاش رقم زده بود. بعد از مرگ لونوآ، ترس و وحشتی که از خودش به جا گذاشت همچنان ادامه داشت، چون کسی باورش نمیشد اون مرده باشه. اسمش تبدیل به نمادی از وحشت و جنون شد. حتی امروزه وقتی صحبت از دزدای دریایی میاد، کمتر کسی میتونه بیرحمی لونوآ رو فراموش کنه. فرانسوا لونوآ فقط یه دزد دریایی نبود، اون یه کابوس زنده بود. کابوسی که حتی تاریخ هم از یاد بردنش ناتوانه. شاید داستانش تموم شده باشه، ولی ترس و وحشتش همچنان زنده است. و هر وقت درباره دزدای دریایی فکر می‌کنیم، همیشه یه گوشه تاریک از ذهنت به یاد میاره که حتی دزدای دریایی هم از خودشون میترسیدن. این تازه شروع ماجراهای تاریک دنیای دریاییه.